الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه وأزواجه داعين إلى صراط مستقيم. اما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلامی و ایمانی و بینندگان گرامی قدر، از پروردگار عاجزانه دعا طلبم که همیشه ما را به راه راست، به راه هدایت و توفیق، به راه یکدیگر دوستداری و انصاف خداوند ما را موفق گرداند، زیرا که خلق کننده ما خدا است. امروز تمام تحقیقات های علمی و مشورتی، از آن جمله مرکز های قوی جنین شناسی و کریمینولوژی و مقصد ایز شناسی، امروزه جمهوری مردمی چین اثبات کردند از روی ایز دست انسان که تمام بشر از یک پدر و مادر به دنیا آمدگی بوده است. امروز یعنی یک مراتبه دیگه اثبات علمی یافت که ما از یک پدر و مادر به دنیا آمده ایم. معلوم است که خلق کننده ما خدا هست. ما فرزند آدم و فرزند حوا هستیم. امروز ما با قبیله ها جدا شدیم، با رنگ ها جدا شدیم، با پوست ها جدا شدیم، با زبان ها جدا شدیم. این همه امتحان خدا هست، مرحله های انکشاف تاریخی است. ما باید همه یک بار فکر کنیم که به خالقمان محتاجیم. خالقمان برای ما خوب میداند که چی در کار است، چی در کار نیست. خالقمان آفرنده ما میداند که برای ما چی ضرور است، چی ضرور نیست. برای همین بنده تصمیم گرفتم با پیشنهاد یک چند برادر و چند روز آخر هفته شد که یک سلسله بحث تاریخی درباره تمدن و فرهنگی پیش از اسلامی صحبت کنیم. برای همین تصمیم گرفتم که یکی از همین زمینه ها را به میان مانم از دیدگاه حافظه تاریخی، از قلم علما و از قلم تاریخ نویسا و از جانب نفرانی که این مسئله ها را به میان گذاشتن، از آن جمله دین و روش های دینی. آیا از کدام دین سر کردن شه؟ کدام دین دین آسمانی هست، کدام دین دین آسمانی نیست؟ کدام دین دین خرافاتی است، کدام دین دین خرافاتی نیست؟ کدام دین از عقل و منطق دور است که بشر به راه سعادت برد و کدام آن در عقل و منطق نزدیک است که بشر نجات دهد یا نجات ندهد؟ مجموعاً 3,500 دینی که امروز موجود است، از میان اونها ما دین زردشت و اوستا را انتخاب کردیم و برای شنونده ها و بینندگانمان، برای آن نفرانی که امروز چندین مراتب خواهش کردن، این بحث به میان گذاشتیم. بحث ما بحث تنقیدی نیست، بحث ما بحثی مقصدی گپ تحقیری نیست، بحث ما بحث علمی و مشورتی است. آیا زردشت همون شعاری که پنداری نیک، رفتاری نیک و کرداری نیک که در عهد باستان دینی زیاده از 4000 سال تاریخ دار و یک راه و روشی که در زمان شاههای هخامنشی ها و اشکانیان و از آن جمله ساسانیان یک دوره های مرحله های انکشاف جمعیتی ده، همچون یک هویت و منتالیته در داخل اینها در آمد و اینها همچون دین و ارزش های دینی هویتی قبولش کردن. بحث و مناظره میکنیم. امروز شعاری که با نام پنداری نیک، رفتاری نیک و گفتاری نیک و این مرد تاریخی و مرد هست که آیا در تاریخ ثبت شده است همچون زردشت؟ او کی هست؟ مکانی او در کجا است؟ او چی میخواست؟ آیا همین هست یا نیست؟ آیا همین مکان دارد یا مکان ندارد؟ آیا دین همین آورد حقیقت دارد یا ندارد؟ آیا اوستایی که هست واقعا کتاب زردشت است یا نه؟ در مرحله هایی که سرتاپا بحث و مناظره ایره ما به میان میمونیم. اصلا ما از دیدگاه خصوصا تاریخ نویسای مسلمان ایره تحلیل و تفسیر نمیکنیم، مثل
الملل و نحل شهرستانی یا الفرق بین الفرق بغدادی یا تاریخ تبری یا تاریخ کامل یا تاریخ های امم و المملوکه که بزرگان نوشتن که عالم اسلام تاریخ زیاده، از اینها تحلیل نمیکنیم یا از خود زردشتی هم تحلیل نمیکنیم. امروز ما از زبان دانشمندان اروپایی مثل جان کلینز که یکی از دانشمندان بزرگ 50 سال عمر خودش در اوستا شناسی و زردشت شناسی صرف کرده است. دانشمندی بلگی هست. بعد از او مثل ویلهم، مثل جیم، مثل مرتن هوک، مثل بیوک انگلیس و این نفرانی که قریب در عصر معاصر ما از دنیا گذشتن. 50 سال عمرش جان کلینز این دانشمند در زردشت شناسی اوستا شناسی گذرانده است. آیا از دیدگاه اینا ما حل و فصل میکنیم که آیا همین زردشت واقعیت دارد یا نه؟ همین شخصیت بود یا نه؟ آیا همین کتاب اوستا واقعا کتاب آسمانی هست یا نه؟ همین پیامبر هست یا نه؟ همین در بحث مناظره میکنیم از دیدگاه علم و تاریخ، از زبان انصاف در قالب علم. اینجا نه تحقیر وجود دارد و نه تنقید، برای سعادت بشر که مردم دین هدایت دریابند. اصلا جان کلینز 3 تقسیم میکنه زردشت شناسا را. یکم میگه زردشتی هایی که واقعا قدسیت دارن. قدسیت چخیل است؟ صرفاً پیرو آیین زردشت هستند. اونها پروا ندارن، همچون ابزار استفاده نمیکنن دین زردشت، همچون ابزار استفاده نمیکنن خود زردشت، همچون ابزار استفاده نمیکنن اوستا را. با همون اوراد و ویرد و آتشکده و بتخانه و موغ خوشان مشغولن. کار به سیاست و به چیزی ندارن، به دهکده و به دولتداری کار ندارن. مقصد که امروز ما خالص مسلمان داریم، خالص زردشتی ها به دستی هم. دویم میگه ایرانیان یا فارسایی هستن که زردشت همچون ابزار استفاده میبرن. این در کتابش میبیاره. همین گونه انسان ها هم در اسلام هستن که اسلام همچون ابزار استفاده میبرن. ای اسلام حزبا ساختن، حرکت ها ساختن، مرکزهای تروریستی ساختن، شکلگیری اکستریمیستی افراطگرایی ساختن، اسلام داغدار کردن. امروز همین گونه انسان ها هستن که ایرانی زبان هستن، افغان زبان، از مردم مقصد افغان هستن دانه دانه، از مردم آسیا هستن دانه دانه، از مردم ایران هستن دانه دانه، از هند هستن دانه دانه. در جامعه های اسلامی همچون افراطگراهایی که با نام دین اسلام امروز برآمد میکنن، دین چگونه رسواگی و مردم به چالش میکشن و مردم به افراطی و بدبینی یکدیگر میکشن، این طایفه انسان ها هستن امروز در جامعه. خود زردشت میگیرن، از آیین زردشت گپ میزنن، پینداری نیک، رفتاری نیک، کرداری نیک گپ میزنن، اما نه، اونا مقصد ندارن. اونها یک نفرای هستن که بین مردم در غیر غرض و تخم کینه کاریدن چیزی ندارن. کلینز میگه دویم طایفه انسان‌هایی هستن که همچون ابزار استفاده میبرن و میخوان که همین ابزارشون هویت سازن برای چی؟ انگیختن کینه. سوم میگه اوستا شناسی است در غرب، که شما امروز همتون میدونید که مرکز علم غرب است. همه شما میدونید که زمینه های علم امروز در اروپا خیلی قوی است. اوستا شناسای اروپا امروز بر یک مقصد آمدن. کلینز، خصوصا ویلهم، جیمز، بیوک، مرتکهونگ، اینها نفرای هستن میگه که ما همین قدر تحلیل کردیم، نوشتیم، بر یک سرمشق، بر یک نتیجه آمده. میگه نتیجه ها چنان گوناگون هست که خصوصا در کتابش میبره جان کلینز، زردشت نفری تاریخی نیست. میگه این یک نفری اسطوروی ای، افسانوی ای. کلینز در کتابش اوستا شناسی که 50 سال اوستا شناسه، میگه خصوصا زردشت نفری تاریخی نیست. از جانب 5 عالم اروپایی که اینها نفرای شخصیت‌های ارزنده علمی عصر باستان شناسی، علم تاریخ شناسی و خصوصا ویلهم تاریخ نگاره. با کلینز هر دوشان در یک مسئله آمدن که زردشت خصوصا نفری تاریخی نیست، این یک نفری اسطوروی افسانوی است. اصلا میگه این همون موقع ها
در خود میگه فارس ایران زمین که زیاد بودن، میگه ایران زمین در میگه خیلی زیاد بود، میگه دین، حتی دین ها خیلی زیاده بودن، میگه که به درجه ای که خصوصا همین آیین زردشتی اصلا آیین هندوگی های، اصلا میگه اوراد و ویردی هندوگی را در همون 17 تا ویرد و اوراد و دعاهایی که در کتاب گاهان باب اول اوستا آمدگی است با نام گاتها میگه ما همون میگه در همونجا وارد کردن. اصلا میگه در اونجا میگه زردشت همچون یک شخصیتی دعوتگر به سوی دین خدایی نیست. میگه کلینز خصوصا میبیاره که در همین کتاب گاهان یا گاتها میگه ما در زمان اردشیر دو در عصر 4 پیش از میلاد میگه وارد کرده شد. بعد از او میگه با 2 مسئله دیگه در داخل این وارد کرده شده، در داخل اوستای قدیم. او چیه؟ یکی از اون میگه اناهیتا هسته، یکی از اونها میگه میترا هسته. اینها رو وقت وارد کردن و درون کردن در داخل اوستا در آوردن. اصلا میگه ما در اونجا گوش کنیم، میگه تماشا کنیم، زردشت همچون یک نماینده مخاطب در اونجا قرار نداره، همچون یک متن صرف دینی قرار نداره. میگه کلینز اصلا میگه زردشت در اونجا میگه در همون 17 قصیده اوراد که هست میگه این یک اورادهای شمنیه، میگه اورادهای مردمی شمن که شبان بودن. خصوصا میگه در همونجا وارد شد در اوستای قدیم آمد. میگه وقت پاره جمع شدن اوستا دلالت به زمانو میکنه. میگه زمانهای مرحله تاریخی آمد. در زمان اردشیر دو میگه میترا و اناهیتا واردی زردشت شد که بابهای بخشی مقصد مقدس بودنی شاه کشور بخش، مقدس بودنی مقصد شاهی آفتاب بخش و گرمی بخش و از آن زمینه های دینی که برای تعلیم و تربیه مردم در وارد اوستا آوردن. از این دلالت میشه کلینز میگه سخن میرونه در کتابش که خصوصا میگه در بخش اول اوستا زردشت از نقطه نظری گام ها یا گات ها میگه ما یگان مردی تاریخی و نفری شایسته تاریخی دیده نمیشود. اصلا میگه اوستا پیش از زردشت بود. چی سبب شد؟ میگه وقتی که اینها میگه سخنهای یک تا به یک تای دین هندوگی بود، همین زمزمه ها و ویردهای گات ها زمزمه های ویردی هندوگی هست. اصلا اینا آوردن با ایرانی ها مقصد با ایرانی ها این دین در مردم ایرانیان و فارس ها همین دین چیکار کردن؟ بار کردن. در زمانی خصوصا شاپوری دو در خود ایران چی دینی که بود؟ میگه چی دینی که آتش پرستی و فتشیسم و چی نوع دین و جریان و مذهب هایی که در دوره بود میگه همش گرفتن. خصوصا کلینز میبره وارد دین زردشت کردن. میگه دین زردشت میگه در بالای او راهبر کردن. همه همین مقصد ابیکت و سوبیکت زردشتگی دادن. از نقطه نظر کلینز زردشت نفر افسانویه، نفر اسطوره‌ایه، نفر تاریخی نیست. اما دویم نقطه که او بیان میکند که آیا در همین ویردهایی که آمدگی هست که تعریف زردشت و توصیف زردشت در گام ها گات ها هست، این در اوستای جدیده. ما اوستای قدیم داریم، اوستای جدید داریم. ما 2 اوستا داریم، اوستای قدیم و اوستای جدید. در اوستای جدید خصوصا زردشت یک نفر هر یک 10 نقطه یک بار نامش وصف می شود، همون ویرد و سرودها. اصلا این ویرد و سرودهای مردمی شمن، شما شمن ها رو نقض میدونید کیا هستن؟ یعنی یک گروهی به مقصد مشرکین هستن که در تمام مناطق دنیا هستن. میگه اصلا این شمن ها می سرودن. میگه ایران و در اینجا نام زردشت در اوستای جدید بسیار در هر یک 10 نقطه یک بار ذکر می شود. نه که میگه نفری سوم بوده همینجا، نفر یکم نیست. خصوصا کلینز و ویلهم میگه موسی در تورات نفری مخاطب میگه، محمد درود خدا بر او با در قرآن نفری مخاطب، عیسی نفری مخاطب. اما میگه اوستا در نام زردشت نفری مخاطب نیست، یعنی خطاب در اون نیست. میگه یک نفری سیوم برآمد میکنه. و بخش اوستا در اونجا 2 مسئله میگه، یکم فهم و فرهنگ و رویش زندگی، دوم در اونجا میگه تعلیم و تربیت.
اساسا اینها به این مسئله آمدن که در متن اوستایی هیچ محل زردشت نفری تاریخی نیست. حتی کلنز جای زردشت، تولد زردشت، مقام زردشت، دین زردشت کجا دم هست میگه ما میگه در تاریخ دلیلی قوی نداریم. ما در تاریخ میگه دلیلی قوی نداریم که همین اثبات کنیم کجا. حتی اشاره کردن که شمال و غربی آسیا، شمال و جنوبی آسیا قسمتی گفتن که اطراف بخش بحر ارال یا دریای آمو در همون منطقه مقصد و میان آمد و دینش از همونجا بیدار کرد. همین نگارای تاریخ نگارها مثل جیمنز یا مثل بیوک همونها آوردن که همین جمعه مثل از سینه به سینه گذشتن، شفاهی به شفاهی آمدن، در مرحله های تاریخ عوض شدن و آمدن و رسیدن. همین دلالت شد که نقطه اساسی جدیه که در همینجا به دنیا آمده، در همینجا کلان شده است، در همینجا واقعا دینش پیش برده است. میگه ما دلایل عمیق تاریخی علمی نداریم. بفضل الله با یاردم و عنایت الهی از این روز عبارت از کتاب جان کلنز اوستاشناسی بلگی ما هر روز با شما یک سلسله از حیات و فعالیت زردشت و آیین او سخن میکنیم و تا مقصد و خلاصه براری منطقی ما نمی شود که ما از دیدگاه علم راه سعادت یابیم که آیا کدام آیین راه سعادت است. ولی امروز ما اکنون دیباچه را شروع کردیم، بعد اوستا را شروع میکنیم، بعد بابهای اوستا را شروع میکنیم، بعد میت و اناهیت را شروع میکنیم، بعد از او موغها را شروع میکنیم، شمنها را شروع میکنیم، یک تا به یک تا بعد فقه و آیین و تبلیغات و فرهنگش به سمع شما میرسانیم. خدای ما و شما را برای راست هدایت کنه.